خب ادبیات و زبان فارسی، برای اینکه هر زبانی رو یاد بگیریم و آموزش زبان خاصی رو در دستور کارمون قرار بدیم، ابتدا باید به الفبای زبان فارسی یا هر زبان دیگری توجه بکنیم. دقت کنید، زبان فارسی نیز همانند سایر زبانها دارای الفبای خاصیه و از قاعده دیگر زبانها مستثنا نیست. الفبای زبان فارسی از حروف مشخصی درست شده که تعداد آن 32 تا حرفه که وقتی حرفا رو در کنار هم قرار میدی کلمه و وقتی کلمات رو در کنار هم قرار میدی جمله درست خواهد شد. پس الفبای زبان فارسی نسبت به دیگر زبانهای رایج دارای استحکام و گستردگی زیادی هست. دقت کنید، برای نکاتی که ما میخوایم توضیح بدیم ابتدا میخوایم زبان رو توضیح بدیم، بعد ادبیات رو در دستور کارمون قرار بدیم. زبان وسیله ارتباطی مابین انسان هاست و عامل پیوند دهنده ملل و ملت‌های مختلفی است. زبان پیوند دهنده تمامی انسان‌ها و عامل مهمی در جهت ارتباط دهی بین افراد خواهد بود. در واقع زبان فارسی نیز جزء یکی از زبان‌های رایجه که استحکام و گستردگی فراوانی خواهد داشت. اما از نظر ادبی زبان به نوشته‌ای گفته میشه که فاقد جذابیت‌های هنری، ظرافت‌های خاص ادبیه. چطور؟ اینکه ما دانش آموزان با همدیگه ارتباط برقرار می‌کنیم، از صحبت‌هایی استفاده می‌کنیم. چون صحبت‌هامون استحکام نداره، ظرافت نداره، آرایه نداره، قطعاً این نوشته در قالب یا این گفته در قالب زبان قرار میگیره. خب اما ادبیات، نکته مهمی که میخوایم یاد بگیریم ادبیات هست. دقت کنید، ادبیات به نوشته‌ای گفته میشه که هم دارای جذابیت هنری است، ظرافت‌های خاص ادبی است و دارای آرایه‌های زیبا و متنوعه. شعر شاعران، گفته ادیبان، نوشته نویسندگان جزء آثار ادبی در واقع به شمار خواهد رفت، چرا که هم ظرافت داره، جذابیت داره و ارزش‌های خاص هنری و ادبی داره. خب از این قالب که خارج بشیم وارد دستور زبان میشیم. ادبیات همونطوری که گفتیم دارای گستردگی خاصیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه هم دستور زبان درش وجود داره، هم آرایه‌های ادبی داره، هم تاریخ ادبیات شعرا داره، هم شعرهای زیبا داره و خیلی از نکات دیگه که میتونه تأثیر ویژه‌ای داشته باشه. اولین رکنی که میخوایم بچه‌ها توضیح بدیم کاربرد حرفه در دستور زبان. گفتیم که الفبای زبان فارسی از 32 تا حرف تشکیل شده، اما تعریف حرف از نظر ادبی. بچه‌ها دقت کنید، حرف جزئی از کلمه است. پس میشه حرف به عنوان تعریف جزئی از کلمه. خب که این حرف به تنهایی معنی نداره، یعنی به تنهایی داره معنی نیست، اما اگر با کلمه دیگری بیاد دارای معنی میشه. دقت میکنی که حرف را هیچ معنی نداره اما کلمه ما قبلش رو دارای معنی میکنه، یعنی به عنوان مفعول. یا حرف از، برای، به
هیچ معنی نداره، اما اگه با کلمه‌ای بیاد اون کلمه دارای نقش دستوری میشه. پس جزئی از کلمه که به تنهایی هیچ گونه معنی نداره و اگر با کلمه دیگری بیاد دارای معنی میشه. خب اما دومین رکن جمله که رکن زبان و ادبیات فارسی هم هست. خب دومین رکن کلمه هست. گفتیم که حرف به تنها بیاد هیچ معنی نداره، اما اگه مجموعه ای از حروف رو به هم پیوند بدیم و اتصال بدیم کلمه ای دارای معنی به وجود میاد. پس کلمه از مجموعه ای از حروف تشکیل شده که دارای معنی خاصی است. این بهش میگن کلمه. خب نکته بعدی که میخوایم توضیح بدیم از بحث کلمه هم خارج بشیم بخش جمله هست. جمله چیه بچه‌ها؟ کاملا مشخصه، کاملا تعریف واضحی داره. گفتیم که حرف تنهاست. چند تا حرف میشه کلمه، چند تا کلمه هم بچه‌ها میشه جمله. پس چند تا کلمه هم میشه جمله. پس جمله به مجموعه ای از کلمات گفته می شود که در کنار هم پیامی را به مخاطب می رسانند و دارای نقش‌های فراوان و متعددی هستند. این بهش میگن جمله. پس جمله کاملا تعریف مشخص، واضح و پرمعنی داره. خب از این قالب خارج بشیم. بچه‌ها وقتی که کتابمون رو باز می‌کنیم، کتاب ادبیات رو باز می‌کنیم، بلافاصله با این واژه آشنا میشیم. متاسفانه بعضی از بچه‌هایی که دانش آموزای عملاً واژه و معنی ستایش رو خیلی نمیدونن، فقط از کنارش رد میشن. اما اگه واقعاً به نقش دستوری ستایش نگاه کنیم، در واقع ستایش به معنای ستودن هست یا مدح کردن هست یا توصیف کسی هست. خب پس ستایش به معنای ستودن، مدح کردن و یا توصیف کسی هست. خب اما از نظر دستوری، اما گفتیم که از نظر دستوری مورد بررسی قرار میدیم. ستایش از ستای به اضافه شین درست شده. خب ستای یعنی ستودن و شه هم میشه او. ستودن اینجا مصدره به اضافه ضمیر متصل. خب وقتی این دوتا رو قالبی در کنار هم قرار میدی، او هم ضمیر متصله هم مرجع ضمیره، یعنی برمیگرده به کلمه خدا، ستودن خدا. شاعرای زیادی داریم بچه‌ها که ستایش رو کار کردن، مناجات ها رو کار کردن. مهم از اینها خواجه عبدالله انصاری هست که یکی از شاعران برجسته هست که در ادبیات های هفتم، هشتم و نهم نثرش رو که نثر مسجع هست رو میخونیم. خب مطلب بعدی که میخوایم توضیح بدیم انواع جمله از نظر شکل و مفهوم هست. تعریف جمله رو براتون توضیح دادم، اما انواع جمله بچه 4 نوعه. خب جمله 4 نوعه: خبری، پرسشی، عاطفی و امری. خب از نظر شکل و مفهوم، جمله خبری را میرسونه. اخباری که ما هر روز در رسانه ها میشنویم جزء جمله خبری به شمار خواهد اومد. جمله پرسشی را برای ما مطرح میکنه. خب
و جمله عاطفی هم در واقع با احساسات و عواطف خواننده روبرو خواهد شد. چه باغ زیبایی، چه هوای دلپذیری. اون حالت احساسات و عواطف رو مورد تحلیل و بررسی قرار میده. جمله امری هم امری به کسی انجام میده. وأمر بالمعروف، و امر کن به کارهای نیک. پس این جمله امری هست. بعضی وقتا در سوالات آزمون عملا جمله خبری میاد، پرسشی میاد، عاطفی میاد و امری میاد. نوع جمله رو باید مشخص بکنیم. مثلا جمله مدارس امروز دایر هست. چه نوع جمله‌ایه؟ درسته، جمله خبری هست. کی به بازار رفتی؟ چه نوع جمله‌ایه؟ جمله پرسشی. چرا که با کلمه پرسش شروع میشه. چه هوای دلپذیری؟ جمله عاطفیه. بعد جمله امری برو کار کن، مگو چیست کار، که سرمایه جاودانی است کار. این جمله امری بود. نکته دومی که میخوام براتون توضیح بدم و آخرین نکته تدریس امروز هست، انواع جمله از نظر ساختاره. خب اگه دقت کرده باشین جمله براتون به طور مفصل توضیح دادم. گفتیم که جمله از مجموعه ای از کلمات درست شده که دارای معنی خاصی باشن و پیام خاصی را به مخاطب برسونن. اما در همین جمله از نظر ساختار به دو حالت اسمیه و فعلیه تقسیم بندی میشه. خب تعریف جمله اسمیه و فعلیه رو با مثال توضیح میدم، اما برای اجزاء آن انشاءالله جلسات بعد مفصل با شما صحبت خواهم کرد. دقت کنید جمله اسمیه حالتی را بیان میکنه. پس به جمله‌ای گفته میشود که حالت وقوع فعل را بیان میکند. این جمله اسمیه هست. هوا سرد شد. دقت کنید مثال هوا سرد شد. خب هوا سرد شد چیه؟ حالتی رو بیان کرده، پس جمله اسمیه است. یه قاعده برای جمله اسمیه داریم. یکی این که حالتی رو بیان میکنه، یعنی کاری در آن صورت نگرفته. هوا سرد شد. علی بیمار شد. بیمار شدن یه نوع حالت وقوع فعله. خب پس دو ویژگی داره جمله اسمیه. یک، بیان کننده حالت، و دوم از فعلهای است، بود، شد، گشت و گردید استفاده میشه. یعنی این فعلها رو در درون خودش داره. دیگه فعل رفت رو ما اینجا نداریم، پس میشه جمله فعلیه. این جمله اسمیه رو داشته باشید. انشالله در جلسات بعد جملات فعلیه رو به طور مفصل براتون توضیح خواهم داد. براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. خداحافظ.